خبر اجل طالبان به جان هم افتادند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. جزئیات را در ویدیو تماشا کنید و کانال ما را سابسکرایب نمایید. جواد یاسر، پسر مسئول سیاسی پیشین گروه تروریستی طالبان، با اتهام حمله به محفل سالگرد ملا اختر منصور بازداشت شده است. منابع به خبرگزاری صدای افغانستان پنجشیر نیوز میگویند که جواد یاسر، فرزند استاد یاسر مسئول پیشین سیاسی گروه طالبان، به اتهام دست داشتن در انفجار روز یاد بود از ملا اختر منصور رهبر گروه طالبان بازداشت شده است. منابع گفته است جواد یاسر از طرفداران شاخه ملا برادر است و شخصی ملا برادر از بازداشت این عضو طالبان به شدت عصبانی شده است و در نامه عنوانی ملا هبتالله رهبر این گروه خواستار رهایی وی شده است. چند روز قبل محفل جهت یاد بود از کشته شدن ملا اختر منصور معاون ملا عمر رهبر گروه طالبان توسط مقاومت این گروه برگزار شده که مورد انفجار قرار گرفت و در نتیجه دو عضو گروه زخمی شدند. استاد یاسر پدر جواد یاسر باشنده شهرستان چکستان وردک بود. او قبل از اینکه در پاکستان بازداشت شود به حیث رئیس کمیته فرنگی طالبان و هم بر اساس بازگفته در این اواخر به حیث رئیس کمیته سیاسی طالبان ایفای وظیفه میکرد که در سال 1391 در کشور پاکستان به گونه مرموز به قتل رسید. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.